سلام، با یه قسمت دیگه از آموزش ICDL در خدمتتون هستیم. تو این قسمت میخوایم شما رو با انواع نرم افزارها آشنا کنیم. جلسه قبل یه توضیح مختصر اشاره‌ای در این مورد کردیم که نرم افزار چی هستن. گفتیم نرم افزارها به 3 دسته تقسیم میشن. یکی که فریم‌ورها هستن که روی خود چیپ نوشته شدن یا سفت افزار اصطلاح جدیدشونه، میان افزار بهشون میگفتن قدیما. یه نمونه دیگه از نرم افزارها هستن که نرم افزارهای سیستمی هستن، مستقیم با سیستم کار با سخت افزار کار میکنن که بهشون میگن مثل سیستم عامل و اینا بهشون میگن نرم افزار سیستمی. و یه سری نرم افزار هستن یا مثلا وجودشون لازمه مثلا فایل سیستم که بخشی از کرنل یا بخشی از اون سیستم عاملن که مستقیم با سیستم کار با سخت افزار کار میکنن. و نوعی دیگه از نرم افزار هست به اسم اپلیکیشن. حالا تفاوتاشون رو توضیح دادیم که چی هست. ببینید اپلیکیشن ها نرم افزارهایی مثل ورد، اکسل، پاورپوینت اینه که روی سیستم عامل اجرا میشن و یک کار خاص برای ما انجام میدن. مثلا این نرم افزار پینتی که اینجا داریم، پینت چیکار میکنه؟ روی سیستم اجرا میشه، یه نقاشی حالا یه کاری باشه انجام میدی، بعد ذخیره روی سیستم عامل بهتره بگیم اجرا میشه، یه کار برای اون انجام میده، اجرا سیو و تمام. یا مثلا نرم افزار نوتپد، اینا نرم افزارهای اپلیکیشن هستن، اینا بهشون میگن اپلیکیشن ها، بس تحت یک سیستم عامل اجرا میشه. نوع دیگه نرم افزار داریم، این کلشون بود. نرم افزارهای سیستمی هم که خدمتتون عرض کردم با مستقیم با سخت افزار کار میکنن مثل سیستم عامل و میان افزار هم که درمشون توضیح دادیم. خب بیایید ببینیم که یه مرور کوچیک کنیم اصلا سیستم عامل چی هست. اینقدر داریم میگیم سیستم عامل یه نرم افزار سیستمیه، سیستم عامل چی هست؟ بس یکم بازش کنیم. سیستم عامل اصلا چجوری به وجود اومد؟ یه تاریخچه بدونیم در موردش بد نیست. ببینید قبلا کامپیوترها به شکل نبود. یه نفر یه برنامه، یعنی اون کسی که با کامپیوتر کار میکرد برنامه نویس بود، یه حرفه‌ای که میومد چه کار میکرد؟ که میومد مستقیم با یه سری چیزا به اسم سویچ، میکرو سویچ ها میومد چه کار میکرد؟ برنامه رو میداد 0 و 1 روشن خاموش میکرد اینا رو، و این روشن خاموش کردنه باعث میشد یه عملیاتی انجام بشه و یه خروجی، اولین خروجی هم که پرینترها بودن، یه خروجی بهشون میداد. بعدها اینا پیشرفت کرد. اومدن گفتن خب مثلا یه اولین کامپیوتری هم که اختراع شد اون زمان انیاک بود توی آمریکا. این چه کار میکرد؟ این کامپیوتره خیلی مصرف برق زیادی داشت و یعنی وقتی روشن میکردن اصلا برق نیویورک رو میکرد، در این حد مصرف برق وحشتناکی داشت، همش لامپ خلا بود. بعد شروع میکردن به کار کردن و اینا. اومدن گفتن نه، ما این دیگه سیستم خب خیلی هزینه بره، بعد دست یه نفر هست سیستم، بعد زمان بندیشون هم این شکلی بود، مثلا آقای ایکس از ساعت فلان میومد تا ساعت فلان دیگه، حالا مثلا از ساعت 7 میومد تا 10، از 10 دیگه کارش تموم شده بود نبود، میبایست بلند شه ساعت 10 کار رو به سیستم بسپاره دست نفر بعد. خب این اومد یه مقدار این کار رو دشوار میکرد، واسه این که یه کامپیوتر به اون قیمت، به اون گرون قیمتی رو میدادن دست یه نفر و یه سری کارها خاص انجام داد. اگر زودتر کارش تمام میشه مثلا یه باز زمانی مثلا بیکار. خب رسیدیم به بخش بعدی، دیدن اینجوری جالب نیست. سیستم های پردازش دسته‌ای رو بچ پروسسینگ ها اختراع شد.
بچ پروسسینگ چجور بود؟ گفتن آقا یه نفر این سیستم رو میدیم دستش، بعد حالا کارت پانچ که الان کارت پانچ ها حالا خیلی قدیمی هستن، دستگاه ورودی خیلی قدیمی بودن، می اومدن چیکار میکنن؟ گفتن ما کارت پانچ رو ابداع میکنیم. کارت پانچ چی بود؟ کارت پانچ می اومد روی یک کارت می اومدن سوراخ ایجاد میکردن، اینو حالا از میدادنش به یک سیستم و این سیستم اینو میخوند، تجزیه و تحلیلش میکرد، کد اون 0 و 1 رو به جای اینکه دیگه با میکرو سویچ ها روشن خاموش کنن، همون 0 و 1 رو روی کارت پانچ میزدن و یه خروجی در نهایت به ما میداد. خب فرقش چی بود؟ این تفاوتش این بود که مثلا مدت زمانهای بیکار، مثلا 7 تا 10 طرف مثلا میخواد اگه کار زودتر تموم میشد اینا دیگه نیازم، و یه مزیت خوب که داشت اون باز زمانی کد نویسی رو دیگه سریعتر شده بود، دیگه نفر نمیخواست 0 و 1 رو بزنه. خب اینا اومدن توی بچ پروسسینگ. حالا این وسط هم یک زبان دیگه هم اختراع شد که این زبان می اومد توصیف میکرد که این زبان، این بچی که نوشتن این دسته‌ای که نوشتن برای پردازش این چیه، این مثلا با چه زبانی نوشته شده و شروع میکرد به انجام دادن اون کار. اول کامپایلر رو می اومد میذاشتن و یه مقدار ریزتر بخوام، خیلی نمیخوام ریز در موردش صحبت کنم، خیلی گسترده است این بحثه. اگر که دوست داشتید بیشتر در این مورد بدونید، سمت جنرال کانسپت همین اپریشن سیستم که داخل انجمن میذارم، داخل همین کانالم هم هست، میتونیم پلیلیست، البته هنوز نذاشتمش، هنوز آپلودش نکردم، ولی خب تو این قسمت مطمئنا در موردش میذاریم و در موردش خیلی صحبت میکنیم به کررار که راحت‌تر این قضیه رو متوجه بشیم. و بعد از بچ پروسسینگ ها سیستم های تایم شیرینگ اومد که چند نفر همون سیستم دقیقا هم مین فریمی که در موردش صحبت کردیم که یکی از انواع کامپیوترها بود، چند تا موس و صفحه کلید و مانیتور وصل میشد به یک کامپیوتر و شروع میکردن کار کردن. از یه جایی به بعد احساس شد که آقا منابع، مثلا من پرینتر میخوام، یه نفر دیگه هم پرینتر میخوام، بعد این پرینتر رو نمیتونست در اختیار من میذاشت یا در اختیار اون میذاشت و اینجور مشکلات ایجاد شد. نیاز به یک نرم افزار بود که بیاد بشینه و اینا رو مدیریت کنه. اون مدیریت، این نرم افزاری که میاد میشینه توی کامپیوتر و برنامه هایی که بهش میدن و مدیریت میکنه و بر اساس حالا اون مدیریتی که داره میگه مثلا الان نوبت به اجرای فلان نرم افزاره، الان نوبت به مثلا تایم فلان نرم افزاره، نرم افزاره مثلا هنگ کرده، این نرم افزار باید از رد خارج بشه، اون برنامه رو میبنده و اینجور چیزا. این کارهای سیستم عامل، حالا به طور دقیق تر بخوام بگم، مدیریت پردازش ها، مدیریت منابع، مدیریت حافظه‌های جانبی، مدیریت اون حافظه‌های اصلی، مدیریت ورودی خروجی ها، همه اینا با سیستم عامل. یعنی یه برنامه نمیتونه بره کل حافظه اصلی رو اشغال کنه. سیستم عامل به محض اینکه ببینه که آقا یه برنامه رفتار غیر عادی داره یا یه برنامه بیش از حد داره از یه منابع استفاده میکنه، سریعا اون برنامه رو میبنده، اون پروسس رو میبنده، اصطلاح دقیق ترش. این از سیستم عامل. حالا سیستم عامل انواع مختلفی داره. ببینید سیستم عامل ها، حالا مهماشو بگم، مثلا سیستم عامل، یه نوع سیستم عامل داریم خیلی قدیمیه که دیگه الان دیگه نیست، یونیکسه، و بر اساس اون دو تا سیستم عامل خیلی محبوب مثل BSD و لینوکس مبتنی بر اون ساخته شدن، از همون ساختار استفاده میکنن، و سولاریس. حالا کاری به اون سولاریس اینا نداریم. BSD و لینوکس که حالا زیاد، BSD هم حتی
خیلی ها ممکنه نشنیده باشید چیه. اونم یه سیستم عامل شبیه لینوکس، یعنی شبه یونیکسی هن اینا. به چه شکلن؟ تمامی حالا اطلاعات رو نمیخوایم در مورد سیستم عامل خیلی ریز صحبت کنیم. میان آقا داخل به صورت هر چیزی از دیدگاه سیستم عامل یونیکس بیس یک فایله. چون سخت افزار یه فایل میبیندش که داخل اون فایل شما رایت میکنید و اون خروجی رو میزنه و اون فایل با اون سخت افزار در ارتباط و خروجی رو میده. خیلی مکانیزم جالبی دارن سیستم های یونیکس بیسی. سیستم عامل اپل که بر مبنای داروین BSD است، جونیپر، اینا به همشون بر اساس BSD هستن، بر اساس سیستم عامل BSD همون اومدن یه سری ادیت و اینا زدن و به اسم خودشون ثبتش کرد. این بود از سیستم عامل BSD. سیستم لینوکس هم که انواع متفاوتی داره. رد هت که مهمترینشون، یعنی مهمترین که نمیشه گفت، مشهورترینشونه تو دنیای آیتی، مثلا تو دنیای سرورها. بعد از رد هت میرسیم سراغ نسخه‌های مثل دبیان که یه نسخه رد هت یه مقدار پولیه و اینا، یه مقدار که نه کلا پولیه، یه نسخه انترپرایز لینوکسه. بعد RHEL هم ممکنه بشنوید در موردش. بعد میایم سراغ دبیان بیس ها، بعد میریم سراغ اسلک ویرا، بعد حالا توضیح های متفاوت داره. لینوکس اون کرنلش، اون هسته تمام این سیستم عامل ها یه هسته‌ای دارن به اسم لینوکس. لینوکس چیه؟ دقیقا همون چیزی که الان توضیح دادم بهتون. یه هسته است که میره میشینه داخل سی پی یو، مدیریت میکنه ورودی خروجیات رو، پردازش ها رو، مدیریت میکنه منابع سخت افزاری و حالا نرم افزاری که یه سری منابع سخت افزاری و نرم افزاری رو، و مدیریت میکنه کل منابع، میگم ورودی خروجی ها و اینکه پروسس ها سر اینکه کدوم با چه برنامه‌ای درگیرن، کدومشون باید مثلا فلان منابع رو در اختیار بگیرن، این مدیریتشون میکنه. خب این مفهوم ساده شده سیستم، ساده تر بگم، سیستم عامل رابطه بین ماها که کاربریم با سخت افزاره. یعنی ما هرچی میخوایم به سخت افزار بگیم، مثلا بگیم آقا یه فایل رو کپی کن، سیستم عامل برای ما این کار رو انجام میده. یه کار رو انجام بده، مثلا یه چیزی رو پاک کن، سیستم عامل این کار رو انجام میده. حالا این سیستم عامل ها ویندوز هم هست، ویندوز هم یه سیستم عامله. حالا انواعی داشت، ویندوز 7 بود، XP بود، 8 بود، 8.1 بود، 10 بود، 11 که الان آخریشه. تمام سیستم های تمام اینا بهشون میگن سیستم عامل. پس سیستم عامل یا ویندوزه، البته زیادن ها، نه که اینی که میگم چیز، یا میگم چه ویندوز شکل چجور بگم، اگه یه زمان سیستم عامل گفتم مثلا کامپیوتر رو روشن کردین، یه چیز اومد بالا، اولین برنامه که لود میشه با سخت افزار کار میکنه که به شما یه رابطه گرافیکی میده، بهش میگن سیستم عامل. خلاص مختصر و مفید. خب بریم سراغ نرم افزار کاربردی رو که حدودی بهشون اشاره کرد به چه شکلن. خب ما یه چیز داریم به اسم GUI. GUI چیه؟ CLI چیه؟ ببینید CLI و GUI این رابطه کار، این سیستم عاملی که در موردش توضیح دادیم یک چیز داره، یه دونه رابطه کاربری داره دیگه. سیستم عامل میاد منابع رو دستش میگیره، یه جوری با شما حرف میزنه، یه رابطه کاربری داره. رابطه کاربری قدیمی و بعضا البته بستگی به نوع سیستمش داره، مثلا خود BSD خامون هست کن یا لینوکس خامون هست کن، یه همچین رابطیه. حالا فول اسکرینش نه به این شکل گرافیکی که من ماوس داشته باشم، یه همچین چیزیه. یه سری دستورات رو میگیره از شما، خب همون دستورات رو میدونه و اونا رو اجرا میکنه. به این رابطه کاربری که کامند لاینیه بهش میگن CLI، یا اصطلاح دقیق ترش میشه کامند لاین اینترفیس.
رابط کاربری کامندی، یعنی دستوری. خب مثلا من میگم برو داخل درایو، مثلا میخوام بگم برو تو درایو دی، مثلا دی 2 نقطه اینتر، ببینید مسیر عوض شد رفت درایو دی. یا مثلا میخوام بگم برگرد تا اون سی 2 نقطه اینتر رو میزنم، ببینید میاد توی دایرکتوری که اینجا از پیش بهش تعریف شد. مثلا میخوام بگم آقا تغییرش بده، چنج دایرکتوری میشه چی؟ مثلا سی دی خب اسلش مثلا ویندوز، میره توی مثلا دایرکتوری ویندوز. یا مثلا میتونید جور دیگه مثلا چنج دایرکتوری، مثلا mkdir داریم، نه این لینوکسی بود که دیگه هم لینوکسیه، md make directory، مثلا یه پوشه میخوام بسازم. خب مثلا میگم md مثلا new، یک پوشه به اسم نیو ساخت. ببینید الان من dir دایرکتوری، لیست دایرکتوری نشون میده، یه پوشه به اسم نیو اینجا هست. rd remove دایرکتوری نیو. خب هم دوباره dir بگیرم ببینید پاک میشه به این شکل. این رابط کاربریه مثلا خیلی خسته کننده است. بعد یه بدی که داره یه کار رو اجرا میکنه در آن واحد، در آن، یعنی شما یه دستور میدید همون دستور اجرا میکنه، مالتی تاسکینگ نیست، چند تا وظیفه رو با هم انجام نمیده. خب این یکی از بدیهای CLIه. میان چه کار میکنن؟ یه رابط کاربری دیگه داریم به اسم GUI یا گرافیک یوزر اینترفیس. گرافیکال یوزر اینترفیس دقیقاً میشه همین چیزی که الان داریم میبینی. یک ماوس دارید، شما یه محیط دارید که حالا یه تصویر رو نشونتون میده، یه دونه مثلا ببینید چیزای گرافیکی دارید، مثلا من این نرم افزار رو که باز می‌کنم ببینید یه محیط گرافیکی دارم، اینجا یه جایی داره، یه سری دکمه داره، مثلا من یه کاری رو میخوام انجام بدم راحت میتونم اینجا انجام بدم، مثلا یا یک موسیقی من اگه بخوام باز کنم به راحتی میام اینجا یک دبل کلیک میکنم این موسیقی رو باز میکنه. اینجا اصلا میتونم یه دبل اگه یه موسیقی داشته باشم مثلا اینجا موسیقی هم اجازه بدین، مثلا این یه موسیقیه من بخوام بازش کنم ببینید با یه دبل کلیک کار رو انجام میدم و این میاد راحتی شروع میکنه موسیقی رو پخش کردن. خب در حقیقت محیط گرافیکی میاد چه کار میکنه؟ کارا رو برای ما راحت تر میکنه. مثلا من میخوام اینجا پوشه بسازم، راست کلیک میکنم، نیو رو میزنم، فولدر رو میزنم، ببینید یه پوشه به راحتی میسازه. اسمش هر چی بخوام میزنم، مثلا نیو میزنم، اینتر رو میزنم، این اسم جدیدش رو برام میذاره. مثلا اینو میگیرم میکشم میندازم داخل این، خودش جابجاش میکنه. اینو بهش میگن محیط GUI یا گرافیکال یوزر اینترفیس. کلا این محیط GUI کاربر پسند ترن، یوزر فرندلی ترن، کاربر راحت تر میتونه باشون ارتباط بگیره و بهتر میتونه باشون کار کنه. رابط کاربری CLI ببینید برای هر چیزی، مثلا دیدید که من میخواستم اگه مثلا من اینجا CLI میخواستم مثلا ببینید الان مثلا یه رابط کاربری CLI CD میگم چنج داره که مثلا میخوام برم داخل این پوشه رو ببینم، داخل این پوشه که اینجا هست میخوام ببینمش، مثلا میگم چنج دایرکتوری حالا دسکتاپ، حالا میره داخل این، حالا میخوام محتوای داخل این پوشه رو ببینم dir. خب حالا میاد چیکار میکنه؟ محتوای داخل این پوشه رو مثلا به من نشون میده توی این دسکتاپ هم. البته حالا میخوام برم داخل این پوشه، دوباره میذارم چنج دایرکتوری نقطه بک اسلش مثلا نول. خب بعد یه dir میگیرم، محتوای داخل این نشون میده. دقیقا مثل این میمونه که من این دابل کلیک کنم باز کنم و اینجوری محتوا رو بتونم ببینم. دقیقا میبینید مشابه هم. میگه یک فایل وجود داره، این اسمشه، این پسوندشه، این آخرین تایمی که باز شد، این دقیقا همینه منتها به شکل دیگه نشونش میده. خب پس اینجوری شما میتونید چیکار کنید؟ میتونید محتوا رو داخل CLI بدید. CLI یکم میگن یوزر فرندلی نیست. خب بریم سراغ مبحث بعدی
که در خصوص شبکه‌های کامپیوتری. ببینید در کل یه موقع شاید بهتون بگم مثلا شبکه لن، شبکه لن لوکال اریا نتورک، واید اریا نتورک، اینا چی هن؟ ببینید شبکه‌های کامپیوتری از نظر ساختاری یا مثلا در حد یکی دو تا کامپیوتر یا سه تا کامپیوتر یا 4 تا کامپیوتر به هم وصلن. حالا کامپیوتر نه، منظورم 4 تا دیوایس متفاوت، 3 تا دیوایس اینجوری. شبکه حالا اینا زیادن، تعدادشون میگم بهتون. شبکه کامپیوتری تعداد کم باشن، مثلا در حدی سازمان باشن، در حدی اداره باشن، در حد همچین شهرهایی، میگم در حد سازمان باشن، در حد اداره باشن، در حد همچین چیزهایی رو بهشون میگن شبکه لوکال، شبکه داخلی. یه نمونه دیگه داریم شبکه‌های شبکه من در حد شهرستان یا حتی مثلا شعبه، مثلا یه بانک داخل یه شهرستان با کل شعبش، اینا مثلا شبکه منن، متروپول نتورک، اریا نتورک در حد شهرن. شبکه های ون رو داریم. شبکه ون واید اریا، یعنی پخشن، در حد یک کشور میتونه باشه، شبکه در حد یک حتی استان میتونه باشه، مثلا کل کامپیوترهای یک استان، یک کل کامپیوترهای یک کشور، یا حتی مثلا یک کل کامپیوترهای جهان میشن. اینا دیگه جزء دسته شبکه های واید یا خیلی بزرگ، واید اریا شبکه ها. خب بعد دو نوع هم هستن این شبکه ها، یا اینکه همه مثل همدیگه دیوایس ها، یعنی همزمان هم سرویس دهنده هم سرویس گیرنده. مثلا من به شما فایل میفرستم، شما میتونین به من فایل بفرستید. خب در آن واحد سرویس دهنده و سرویس گیرنده این به این شبکه ها میگن نظیر به نظیر یا پیر تو پیر، اینجوریه. یه نوع شبکه دیگه داریم بهشون میگن کلاینت سرور. اونا چی هن؟ یک نفر سرویس دهنده است و بقیه از اون سرویس میگن. فرقش با اولی چی بود؟ خب اولی من گفتم یا من به شما فایل میفرستم یا شما. ببینید یه موقع من یه فایلی نیاز دارم دست شماست، از کامپیوتر شما کپی میکنم به خودم، یا شما برای من میفرستینش. یه بار از شما یه فایلی رو میخواین دست من میفرستم. در این حالت مثلا من سرورم، شما کلاینتید، اون حالت شما سروری، من کلاینتم. ولی توی کلاینت سروری کلا ما یه سیستم داریم که اون سرویس دهنده است. مثلا سازمان سنجش، اون میاد چه کار میکنه؟ اون سرویس دهنده است، اون یه سروره، بعد همه ما به اون وصل میشیم. حالا مثلا رتبه کنکورمون رو میخوایم ببینیم، مثلا رتبه های مثلا آزمون میخوایم ثبت نام کنیم و اینجور مسائل. پس به اون سروری که حالا اون جای خاص هست که به ما این سرویس مثلا وب رو میده، بهش میگن کلاینت سرور. به این شبکه میگن کلاینت سرور. یا مثلا توی سازمان ها بعضا شبکه های کلاینت سروری هم مثل مثلا چجور بگم، مثلا شما شبکه مثلا تلفن مثلا یه سازمان شما در نظر بگیر، تلفن های یه سازمان به چه شکله؟ مثلا یه سرور داره، اون سرور تلفن، همه وصل میشن به اون سروره، بعد با همدیگه تماس میگیرن. به این حالت میگن کلاینت سرور. خب بعد حالا این گروه کاری و اینا چیه؟ یه نوع دیگه، حالا این شبکه‌های کلاینت سروری و شبکه پیر تو پیر هم که ما در موردشون صحبت کردیم، باز دوباره توی ویندوز ما دو نوع به دو حالت میتونیم اصطلاحاً کامپیوترمون رو کانفیگوریشن یا پیکربندی کنیم که یه جورایی زیر مجموعه همون کلاینت سروری و پیر تو پیر هم. شما میاد کامپیوترتون رو عضو یک دامین میکنید. دامنه چیه؟
شما میاد آقا یه کامپیوتر سرور میذارید، همه رو وصل میکنید به اون که بتونید از طریق اون مدیریت کنید همه این کامپیوترها. به این نوع شبکه میگن دامین. شبکه دیگه داریم به اسم شبکه های ورک گروپ یا گروه کاری که اینا چجوری هن؟ میتونن مثلا توی یک گروه باشن، با هم دیگه مثلا در ارتباط باشن، مثلا یه همچه حالت پیر تو پیر شکلن. خب داخل این جزوهی که داریم در مورد اینترنت هم صحبت کردم. اینترنت چیه؟ ببینید اینترنت شبکه رو شما در نظر بگیرید، مثلا یه سازمان میاد چه کار میکنه؟ میاد یه شبکه خیلی بزرگ چه کار میکنه؟ متصل میکنه شبیه به اینترنت. مثلا یه سازمان هست، مثلا شبکه مثلا بانکی رو در نظر بگیرید، یه سازمان هست به اسم یه بانک، بعد اینا همه وصلن به هم دیگه، وایدن، خب یعنی پخشن. شبکه در سطح مثلا یه کشور شما در نظرش بگیرید، همه بانک ها وصلن، بعد این بانک ها دسترسی به همه یه دستی تعریف شده دارن. یعنی چی؟ یعنی میتونن یه سرور رو یا یک یا چند سرور خاص رو میشناسن و نمیتونن با تمام کامپیوترهای جاهای دیگه ارتباط برقرار کنن. فقط کامپیوترهای داخل اون شبکه رو میشناسن و کامپیوتر مثلا کامپیوتر منو تو خونه نمیشناسن، این کامپیوتر شما رو تو خونه نمیشناسن، نمیدونن این کامپیوتر کجاست. به این نوع شبکه ها که اینجوری بسته هستن میگن اینترنت. حالا اینترنت میتونه شبکه سازمان باشه و هر چیز دیگه تو ابعاد خیلی گسترده. یه نوع شبکه دیگه داریم به اسم اکسترانت. اکسترانت چیه؟ اکسترانت اگه بخوام ساده بهتون توضیح بدم، اکسترانت نوعی شبکه مثلا شما یه شبکه بسته دارین، یه سازمانی هست این شبکه بسته است، کسی بهش دسترسی نداره. میاد چه کار میکنه؟ میاد مثلا یه اتصال خاص میدی به یک کاربر، اون کاربر یه یوزر پسورد داره، اون یوزر پسورد مثلا مشتری خارجی هستش میخواد بیاد از شما خرید کنه، اون یوزر پسورد رو میزنه، وارد اون شبکه شما میشه، بررسی میکنین آیا درسته، وارد اجازه دسترسی بهش میدین، وارد شبکه شما میشه. بعد از اینکه وارد شبکه شما شد اجازه داره حالا مثلا یه ایمیل ارسال کنه، دستی به سرور خاص داشته باشه یا سفارش خاصی بده. به این شما شبکه ها میگن اکسترانت. توی اینترنت ما یه سری سایت ها داریم به اسم موتور جستجوگر. موتور جستجوگر یا سرچ انجین چیه؟ سرچ انجین یا موتور جستجوگر میاد یه سری خزنده داره، یه سری یعنی برنامه خاص داره که برنامه ها دائم میان میگردن کل اینترنت، میگردن جستجو میکنن، کندوکاو میکنن، اطلاعات رو داخل دیتابیس خودشون ذخیره میکنن و شما بعد از اینکه اون اطلاعات رو میکنن از دیتابیس خودشون فچ میکنن، برای شما نشون میدن. حالا شما میتونید ببینید. مثال بزنم ساده درک کنید. مثلا یک سایت رو شما در نظر بگیرید، مثلا این گوگل یا همین گوگل سرچ انجین، یک مرورگر، یک موتور جستجوی گوگل، یک موتور جستجوی اینترنتی، یا مثلا یاهو، یا مثلا داک گو. این خودش این مثلا اینا همشون یک سرچ انجین هست. سرچ انجین چیه؟
میاد وقتی شما یه سری اطلاعات و یه سری برنامه داره داخل یه سرور، این برنامه‌ها اجرا میشن، تمام سایت‌های جهان رو میگردن، هر سایتی ببینن و حالا یه سری مطالب گزیده خودشون اونجا داخل دیتابیسشون ذخیره میکنن. مثلا من میخوام چیکار کنم؟ مثلا من دنبال مثلا دیجی کالا میگردم. خب سرچش میکنم، اینتر رو میزنم، آدرس سایت رو بلد نیستم دیگه، سرچ میکنم میاد اینجا مثلا یه سایت میاره بالا، ببینید من روش که کلیک کنم میرم داخل این وبسایت. یا مثلا دنبال چی میگردم؟ دارم مثلا دنبال سایت مثلا بازار مثلا میگردم، بازار رو می‌نویسم اینجا، میزنم اینتر رو، سرچ میکنه برام یه چیز میاره، آدرس این سایت هستش. یه چیزی مثل 118 قدیم میمونه. چجوری تماس میگرفتیم با 118؟ شما تماس میگرفتیم با 118 میگفتیم که مثلا من یک شماره میخوام، مثلا شماره یک داروخونه رو به من بده. شما میدونید دنبال چی هستین، شماره‌شو ندارید. مثلا شما میدونید دنبال دیجیکالا هستین، آدرس سایتشو ندارید. اینجا میپرسید، براتون یه گزارش میده و شما میتونید کلیک کنید و اون وارد اون سایت بشید. به همین راحتی به این جور سایت ها که براتون میگردن تو اینترنت و یه گزارش میدن، بهش میگن سایت سرچ انجین یا موتور جستجوگر. خب تا اینجا رو داشته باشین، تایم ویدیو هم داره میره بالا. اگه سوالی در این خصوص داشتید حتما با ما در میون بذارید و خوشحال میشیم نظراتتون رو توی این انجمنی که داریم یا زیر همین پستی که الان میذاریم، زیر همین ویدئویی که دارید میبینید برای ما کامنت بذارید. خوشحال میشیم در جریان باشیم و در اسرع وقت بهتون جواب بدیم. ممنون تا اینجا با ما بودید. موفق و پیروز.